تیم ملی فوتبال تاجیکستان شب 21 مارس سال 2024 در بازی سهمی دوره دوم مرحله انتخاباتی جام جهان 2026 در گروه جی از تیم ملی عربستان سعودی شکست خورد و آخری در ورزشگاه دانشگاه شاه سعودی ریاض برگزار شده. گل یگانه را در این بازی در دقیقه 23 سلیم الدوسری به دروازه رستم یتیموف زد. در نیمه دوم بازی فوتبال بازان تاجیک تلاش کردند تا حساب بازی را تغییر دهند، ولی چند امکان زدن گل جوابی را استفاده بردن نتوانستند. مخلصان تاجیک میگویند که نبودن سرمربی قبلی تیم ملی رابرت شگرت سخت احساس میشد و نه فقط به خاطر شیار پرتویی های بیاد ماندهش با شیار تاجیکستان به پیش، بلکه با اصول و تاکتیک پیشبری بازی و اما نخستین بازی تیم ملی تحت رهبری سرمربی گرجی گیل شکلیزه متاسفانه با شکست انجامید. در بازی دوم در گروه جی پاکستان در میدان خود در اسلام آباد از اردن با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد. هر سه گل را موسی علی تمری زد. به این ترتیب بعد سه دوره مسابقات در گروه جی عربستان سعودی تحت رهبری مربی شورچور ایتالیایی رابرتو مانچینی با 9 امتیاز در مقام اول جدول جای گرفته است. تاجیکستان و اردن هر دو 4 امتیازی دارند، ولی از حساب‌های تناسب بهتر توپ‌ها تاجیکستان در جای دوم و اردن در زینه سوم قرار دارند. بازی این دو تیم ماه سپتامبر در دوشنبه مساوی انجام یافته بود. پاکستان هر سه بازیش را باخت و در زینه اعظم آخر جدول گروه جی قرار گرفته است. در دوره چهارم مسابقات در گروه جی روز 26 مارس سال 2024 تیم ملی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم پیشرفت گروه عربستان سعودی وارد رقابت خواهد شد. بازی ساعت 20:00 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. برای فوتبال بازان تاجیک در این رقابت چون آب و هوا غلبه لازم است، چون که با رقیب اساسی خود برای جای دوم تیم اردن در میمانی خواهند گذاشت. و بالای این در دوره چهارم اردن با پاکستان تیم اعظم از ضعیف در گروه جی و باز در میدان خود بازی میکند و به احتمال غالب از این بازی با پیروزی و 3 امتیاز در جای بیرون خواهد رفت. مرحله دوم دریافت راه‌خطا به مرحله نهایی جام جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته در 9 گروه ادامه دارد. دسته‌هایی که در این 9 گروه جای یکم و دوم را میگیرند به مرحله سوم مسابقات راه می‌یابند و همزمان صاحب راه‌خط به مرحله نهایی جام آسیا 2027 میشوند. جام آسیا 2027 در سعودی دایر میشود.